نه خوبی بخیری سلامت شکر فضل خدا دم غنیبه بفرمایید زنده باشین این لالا رمضان این یک بودی بفهمیدین به تعدی یکه بر اینجار بریدیم به تعدی هم لبین و خدا و چیز میده دقیق سیوا دادن به تعدی بخداریم اگه روغن ماسی چیزی هم دادم بریدیم به این سطح تو چی میگی؟ کجا بیارم برسونم؟ چی هسته؟ تو طلب داری از ما؟ چی گپه؟ لوبین و خطار بتا یک بیجی برسونم چون چی دار بتا یک بیجی موسار بتا یک سالت به یک سالت دیگه هم میاوردی میگفتی که یک بار جای چیزی میاوردی میگفتی رضا پاشا خونه خورم بده چی می تو اصل گپ لالا نمدون ما که نبودین شما که با همین محله بودین قراره کرده کمکار بگرفتیم حالی ما این کمکار خودیم تقسیم نکنیم کمکار بگیری تو خود هم میگیری تو به کجا بودی؟ من 29 شب به خونه خواستم به خاطر همین زمزلامه و نخستم برفتم بده خب بده رفتی ما به تو کمک بدم البته کمکار به دست ما دادن که تو به کسی که نبیده توضیح کنم لالا رمضان شما آدم داراییم که شما ایستاده خودی به تقسیم نمی کنی خاطر ما دارایم کمک استندم به هم تقسیم کنم دیگه ما برو درس را غریبایی که دوست و بشون خونه داره برای عدونا بگم بیان خودی به تقسیم کنی یعنی کمکایی که من به خود شخصی بستندم حال اگه اینا رو به تو تقسیم کنم دیگه خودی من نشبه کنی لالا رمضان تعدیل بر اینجا بگیری بری بیاری بار سنگینی هم که هسته مثلا که برده نمیشه به این دنیا جا نمیشه بگذاری یعنی فرقون رو اونو بگذاری تا فرقون بخی کاکا جان تو برو بلد کار که تو میخندم بخی بار سنگین چه کارک شده کشتیار به تا چی برسیم برو بلد کار فقط تو مال میراث نابخش کرده داری خودی من برو جمع کن خود برو یعنی نمیدی چی بودم به تو کمکی بده بدادم میامدی میستوندی کو برو صاحب تو همسایه دیگه برو در سرای نسه که به تو یک پوست پیاز میدم این گپ به جای نزدیک که به تو میخندم کمک استوندم میامدی تو برستی میمونی خورده کمکا خود ما به تو بدم صبح خواه آمدی خواه گفتی که بمی سراش هم من میراث دارم حق دارم بابا خب من نبودم شما که بستونی اول این بوتر شما چند قیمت داره شما کمک نیستونی یا که من به ترسرا استاده اختیار خور دارم من کمکم به خوب استونم بفشا و کدا کمک دادم من به خوب استونم میامدی میستوندی به خوب عجب آدمی خیلی هوشیاری بودی تو بگی شما ما برم فخوری آدم ها نادار برم بگم شما بیایی بعد یک کاخو نه هیچکی نمیدم کمکی که به کسی بدم بابا دیگه کس میده میامدی کمک به خوب استوندی به میمونی خورده رفتی به 29 روز نبودم خب یک روز دیگه میستدی که یک ما خورده میشد دیگه وزیت کارا به در سرا ما نهی همسا بچه کار شد واکنی السلام علیکم ماما نیرالله اشتری بیاریم بخیری شکر فضل خدا دم غنیده ماما نیرالله برای اینجور مثلا تعجیب چی کنی یا اونو خدایی که دادم به تعجیب چی کنی ماسی روغن چیزی هم که به دادم به تعجیب کنیم بریم بیاریم ما خیرات نمیدیم برو از ما نداریم خیرات بدیم کی گفتو خیرات بدیم ما دنیا خورگی آورده که شما با تا گونی کنیم ما خیرات نمیدیم ولی شما کمک نستونی کمک مستونیم ما حق خود کنیم و حق خود خوشتنی آیا شما آدم غریبی حق ما بوده و ما باید آدم ما بکنیم ماما نورالله شما غریبی گردان بابا نباشید اولی دره شما پاچو نداره شما کمک استونی خودی به تقسیم نمی کنی نه چرا خودی تقسیم کنیم حق خور ما به تو بدم این کار که به کل ماما نورالله حالی من به همین منطقه نبودیم شما همسایه ها بگرفتیم حق میه به من بدی خب که نبودی من چی کار کنم نبودی به من چی میستدی و خونه که به تو کمک میدادم خب من که برفتو عدد همین زمزلا بدیستم برفتو اگه خونه بالی من چپه میشه چه کار میشه بارا سنگینه نه فرغونه بیار نکه بگذاریم تا فرغون بریم بیاریم ما حرکت کن اگه اینجا گفت مرچی نکن ما بار ماری هم نداریم برو بخیده که تو نبینیم اینجا گفت نورالله راه خدا نیه همسایه بگیرم من نگیرم خب ما چه کار کنم
آیا من حق خود به تو بدم؟ از خواب شما که داریم از سهمی خوب یاره خودی من نسبت کنیم. نمیدونم چرا به تو بدم. من نمیدونم بسته با خونه بالا من نالبید بالا تو میدونی؟ با قمسایی داریم با شما چیکار کنیم؟ این گپا من نمیفهم. برو هر کار برو دیگه برو دیگه تو نبینم در سرا. مردم با هم چای خوردم نمیگذاری. بیال چای خو برکن بیام تک 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 تک. یعنی خودی من نسبت نمیکنیم؟ نه چی نسبت کنم؟ حق منه به من حق من تو دادم. چی نسبت کنم خودت؟ خیلی باشه. میریم با خود چکار بزنیم تفریح میکنیم ما میایم که ما دست زن زنیم. بعدیا بخی ما بله رفته بودیم. شما نرفتیم. نه هم که ما به خونه خود بودیم. به خونه خود میشیشتیم که به شما کمک میدادم. سعی نکن خیلی برو دیگه. چون به چهار کردم دیگه حتما بلکه بستانه یکی نستانه یکی دیگه میستانه دیگه حتما بلکه بیاید زودتر بیاید میستانه حتما میستانه بابا! جان! هستی؟ بابا! مونده شدی حتما بستاندی بله بابا بستوندم بیشتر نخوندم. بابا برفتم به در سرا از عمرا کردیم جگاه رفتم برفتم در سرا رمضان. خب به رمضان هم تبو گفتم امو وسیلای که فرقون و دی ببرک و گنیا و سطر ببر که اگه بدن به داخل امونا بچینی ببردم بابا خودی خود. قراری کرده اب ببردم خودی رمضان گرد دادم گفتم لالا رمضان مامی تو میده به دی بیدیم و حالی بیا مدیم شما هم سایه همین جگاه پستوندیم بگیریم خودی ما تقسیم کنه. شکر دست شما وای داریم شما دما دست شما به دست شما میرسه بگیریم خودی ما تقسیم کنیم از درس رو نمیرفتیم به میمونی ما چون شما برفتیم به دادیا با خود خوب میمونی حالی بخیصیم بیامدیم از حق خوبه بودم به شما نمیدونم و لغ یک سیری بودم یک سیخ بودیم به شما نمیدونم نه بابا من ازم درس را رخصت کرد درس را نورولا برفتم نورولا که بیخی اعصاب خراب شد ما باز بزنم ما فرغون و مرغون همه تلک دادیم برو به تو نبینم به در دیسرا گیلک چی شو؟ گیلک بابا رای کدو برا در دوسرای ابو برا دیگه همه بابا من نمیتونم غلاق شدم نمیدم بابا کاشکی نمیرفتیم بابا من میتونم دست خیلی خامد بابا باکو بابا گیلک برای گیده میلی بکنه و زیری بکنه بدا بابا من نمیتونم من اگر نمیرم بابا نمیدم میگم نمیرفتیم به دیر نیست سالی که به شما بیدم خب ما مجبور بودیم که رفتیم بابا دیگه ما مجبور بودیم زلزله شد و خب به تست کلی ما تمی آمد دیگه خونه همه گفتم بابا ندادن چی خبر دارم آخرش تو میشه بلکه همون بستونه بیاره چیزی که کاره بیان شیری بخونم خب برو سیکو که چی شو اشتر کنه مردم هم نمیگن لالا نمیگم دارا از نادارا بدتره نمیگم همین قریبی داریم انسایی داریم نداره این بیچاره نداره اگه دیشتی به در سرامو نمی آمد با ما نسبت کنیم نمیدم بابا نمیدم او چه تعطیل کرده؟ عباس بله مانده نباشی گیلا عباس تو نیاز کن تو خوبه همین سر که اگه رخت لباس چیزیه مثلا بیا اینجا بیا همین بگیر اول کنی آن کار بسه کن سلام علیکم الله شامت خوبی جانجر اختیار هستی ما به عباس میگم که شما اگه چیز ما کار دارم لالا همین آنی پتو کلونه لباسا و انم خیفت پرتار اونا رو به تعذیق کنیم من بوجی برنج به تر که باز کل قواد میگیری یک بوجی تیم روغن هم بگذاریم اینجا ان اینا رو میبرون اگه یک کاری بکنیم لالا شما می بگین لالا عباس چه کار میکنی؟ یک دیگه ببخشیم مراهمه چیکاره ای دوش باز کپ گیلاگیانی چی ببخشیم مراهمه سعی کنیم من 5 دقیقه میرم فرقون شما پس خیلی میکنم میارم فرقون شما پس خیلی من گردنم بند باشم یک دقیقه پس زودی ور میدارم میارم علی عباس من خودم کجا یک دقیقه گیلاگ یک دقیقه وقت بده ما تو که نداری تو از اون میگی چی بلا تو چی میگی تو به نفهمیدم تو بود یکدم آخه گفتم تمام قریر همه کمک دادم خب تمام قریر بود دادن خونه به خونه دادن تو حالی برات چی میگردی تو خب نه خب شما خود چه زندگی چیزو شما خب ما گفتم شما اونا که برفتم دیگه ما شما گفتم از امو حق خود خود بدیم به حق ما
گیلک جو برو سرمار با درد نیار برو اینجا خونه ما گلم بیده میبینی اینجا ما بردر بنا آوردم این کار میکنم تو بیا میدی که ما چون چرچه آوردم که چی مایم چی ما برو کاکو جو برات کار خب بعد این کارا نکنه شما پولدار نیم باشو پولدار باشو پولدار من خود منه خب ما که ندادن کمک کی داده با من کمک اگرم 1 روپیه دادم من 10 روپیه پس ایشته میگم که خان و گدا بستوندم خانه گدای سوده ولی من نسودم من تو نیتیاز دادی شما میبینی حالا بنا دارم که اون پلا خونی ما بلوم بیده خوبه که گردن ما بند نستوندم تو کجا بدی که کمک نستون؟ کی؟ تو کجا بدی؟ من با تا چیز بودم تا شالا و دیا خواهی بودیم میجگه عرض گیلک جو اگر چای میخوری اگر لقمه نونی میخوری همین چایش که دیسی چای چکن میخوری برو باش لقمه نون بخور چکن خودت کن دست منم نگیر اگه اینجا که من خود مدل من بیا برو بابا بیا برو دیگه یلا بگی چاشا خونه مردا برو مشکل از منه مردا برو باسکل خونه مردا برو دیگه نه ای برو خیلی ما شما در اعصاب نداریم ما نگو چی برو میگی دیگه تو نیم بگی ساعت تو اینجا شروع گپ کن کجا خلیفه معطل بابا تو میگم به خانه و غریبه بستوندم حالا دم برو برو انا بانك السلام علیکم مجال استن جنجال خیرات یا راست جنجال سعی کنیم ای تا کاری بکنین شما خیر بینین خداوند شما خیر بده ما جلال آمین نیست بیور برزیم به تعذیب پتو این کلونه سعی کنین مثلا نیم مگذار سعی کنین که ببند موندم کردن بس نیستی چکار میکنی؟ نه خاطر ببند موند سعی کنین این کلونه نیست بیر بندازیم به تعذیب اندازین خوب ما مای من باسکل خود بگشت ما مال به سراخ چون گفتم بوجی بر اینجا شاید کش نکنه انا ما این فرغونه بیاریم اگه ما این برو مزوق لازم سلام سایه دستیم یک دیگه یک خری مثل میارم اونو کار بچینیم تنوی هم میارم غلط که دیگه رو خر اونا بسته کنی خیر بینی میگو ها گپ بزی گوله خودی کشای خود یا نه میتونی حتی پیش بزر کدی صبح چیز بودک صبح چای خوردیم خودی کمی داشت ملک گوله که خود پیشای نه نه چی اضافه؟ چی اضافه؟ همین اینه که میگی چی اضافه؟ چی یا اضافه؟ تازی چی میگوی؟ خرت پرت چی همین خرت؟ که به شما کمک کردن دیگه شما میگم از اون عقی خوب ما بدین که اونا بجستم برفتم هیئتا بیده مؤسس ها بیده کی میگو بیده مثل که تو دیونه شد که من زرق خوب بودم با تو دم خب شما تو به کنم کجا بودی؟ کی؟ تو به کجا بودی؟ ما به تا خیمه و به تا شالا همین تکه نمیریم به سوی قلعه برو اتم شالا بخو کمک بسن گلدهر به من با شما ماجالا خوب به تا از خیمه شب که خب نمیشم یار باور کنیم نیه غیر هموش که کفاپا من بچوریده اگه هیچ اینجا باشه کاکا جان شا گدا به خود بگی خب شما که خانه این شکاریه کاکا من زرق خوب بودم با تو بودم تو دیونه ای کاکا ما- برو کاکا برد کار خورو یعنی شما هم بستوندین بله که بسندم پچر شامت گفت اگه نستوندم تو میفهمی موچی لنگ از تو خیر نمیبینه پس او هم بستونده او هم بستونده به می ساختمان خوب به می ساختمان شما هم به می سرکلا و به می ساختمان خوب بستونده تاجر که تاجر بستون بخور تو چی میگی کاکا تو برد تم خیمه بخور بستون تو هم میتونی بیعقلی هستی که تم خیمه میری خم میشی وای 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 تو سعی کو تو بابا به همین پیار خوب گفتم بابا وقت از این بری که نمشته میکنم مردم خورد و کلون همین که 100 طبق ساختمان داره نمشته میکنم میدم ما هم که گوشنگی موشا خونی ما ای دومورو میره مال هم نوشته میکنم پیار مگو نمیموره مزل دیوال میشی میموره آلی پیار هم نمورده اینجا سالم بمون هیچ هم با ما ندادم وای 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 مردم هم پیار داره ما هم پیار داریم